سلام علیکم. برنامه امروزه پیام نیوز تقدیمتان می شود. با شمایم شوکت محمد. سرخط خبرها. چند روزنامه‌نگاران تاجیک با نشر یک بیانیه گفتند درج شدن نام آنها در فهرست سیاه بانک ملی تاجیکستان کمال ناعدالتی و بی‌انصافی است. تعداد رو به مهاجرت آوردگان از تاجیکستان زیاد ولی ارسال مبلغ کم شده است. روسیه به وزارت دفاع تاجیکستان به مبلغ 5 میلیون دلار آمریکایی اسلحه و تکنیک نظامی داد. چند روزنامه‌نگار تاجیک که نام آنها در فهرست افراد علاقمند به تروریسم بانک ملی تاجیکستان آمده است، با رسانه‌ای کردن بیانیه از رهبریت این بانک طلب کردند که رسما از این عملکرد ناجای خود عذرخواهی کند و در زودترین فرصت در این فهرست سیاه نشر کردهش بازنگری نموده، از جمله نام‌های این روزنامه‌نگاران و خیلی از فعالان جامعه شهروندی دیگری را که تاکنون علیه آنها از جانب مقامات قدرتی رسما عیبنامه اعلان نشده و پرونده‌های آنها در دادگاه‌ها بررسی نشده‌اند حذف کند. روزنامه‌نگاران موجوده صاحب نظرova، امرالله نظام، شهرت رحمت الله، همیرای بختیار، محمد شریف عبدالله و بابا رجب خالف در اظهارات خود نوشته‌اند که بر اساس حقوق‌های کنستیتوسیونی خود با طلب عدالت به دادگاه‌های کشور و سپس به دیگر نهادهای بین‌المللی تاثیرگذار به تاجیکستان شکایت برده توسط وکیلان این پرونده را مورد بررسی قرار خواهند داد. ما جمعی از خبرنگاران و فعالان تاجیک انتشار به فهرست افراد علاقمند به تروریسم توسط بانک ملی تاجیکستان را که بالاتر از صلاحیت‌های بانک ملی همچون یک نهاد سودی بدون بررسی پرونده افراد ذکر شده در دادگاه‌ها قسمی از شهروندان کشور را جنایتکاران خیلی خطرناک به جهانیان معرفی کرده است محکوم می‌کنیم. با وجود عدم اعلان عیبنامه توسط مقامات قدرتی، تحقیق و بررسی پرونده آنها در دادگاه‌ها، وجود احتمالی بیگناهی و نهایت صادر نشدن حلنامه سودی در حق ایشان همچون جنایتکاران خطرناک نسبت به بعضی از فعالان جامعه شهروندی و روزنامه‌نگاران نام‌های آنها نیز در این فهرست سیاه درج گردیده است که آن کمال ناعدالتی و بی‌انصافی است. بنابراین ما بر اساس قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این کار بانک ملی را که زیر فشار کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صورت گرفته است، سوء استفاده از مقام دولتی، خارج شدن از محدوده صلاحیت‌های کاری و در نهایت انجام یک جنایت می‌حسابیم. موجود صاحب نظر و روزنامه‌نگاری نامی تاجیک او نیز از امضا کنندگان این بیانیه می باشد، به رادیوی پیام گفت باید کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به جامعه جهانی ثابت کنند که در اساس کدام دلیل‌های موجود، نوارها، نوشته‌ها یا عمل‌های انجام داده شده روزنامه‌نگاران در فهرست بانک ملی تاجیکستان نامشان درج شده تروریست هستند و برای امنیت جامعه خطر دارند. صاحب نظر و میگوید ما می توانیم اثبات سازیم که عملهای پولشویی را بانک ملی چگونه انجام بدهد و رهبران بلندپایه کمیته دولتی امنیت ملی به جای امنیت کشور به چه کارهای زشت مشغولند. از حکومتی که خبرنگارانش را به لیست تروریستان وارد میکند چرا انتظار شدن ممکن است؟ ما از این حکومت انتظاری نداریم، اما با نشر این اظهارات امید داریم که حکومت خطاش را درک میکند و در این بعد از دسیسه و تهمت نسبت خبرنگاران دست میبردارد، برای فعالیت منتظم و فعالیت شفاف خبرنگاران زمینه مهیا میسازد و در این ضمن آنهایی که امروز میخواهند مشکلات جامعه رو، مشکلات مردم تاجیکستان رو بررسی کنند، دیگر به ترس و هراس میتوانند که سخن خود را به گوش حکومتداران رسانند.
و با این اظهارات خود ما بار دیگر به گوش جوانیان رساندنیم که حکومت کشور برای بوقی کردن حقیقت و در ترس و هراس نگاه داشتن مردم از هیچ عمل دست نمیبردارد و وارد نمودن خبرنگاران به لیست تروریستان از تر بودن دامان این حکومتداران گواهی میدهد. در نهایت اظهارات خود این روزنامه‌نگاران تاجیک از جامعه روزنامه‌نگاری، فعالان جامعه شهروندی و حامیان حقوق انسان در تاجیکستان درخواست کرده اند که در این قضیه بی‌طرف نباشند و این کار ناروای بانک ملی را محکوم کنند. تعداد نفرانی که از تاجیکستان رو به مهاجرت آورده اند دوباره افزوده است. در 9 ماه سال جاری بیش از 411,000 نفر شهروندان تاجیکستان برای کار در خارج خاک کشور را ترک کرده اند. این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته افزایش 26% را نشان می‌دهد. این آمار در حالی است که امام علی الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان چند روز پیش اعلام کرده بود که حکومت توانسته است مهاجرت مهنتی را کاهش دهد. رئیس جمهور کاهش شمار مهاجران در سال گذشته را به ایجاد بیشتر جایهای کاری در کشور نسبت داده بود. اما وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان بالاروی سطح مهاجرت کاری طول ماه‌های ینور سپتامبر را به بهتر شدن شرایط کار برای مهاجران، وارد شدن تغییرات به سازشنامه درباره فعالیت مهنتی و حفظ حقوق مهاجران کاری و همچنین افزایش رشد اقتصاد روسیه ربط داده‌اند. حالا معلوم می شود سبب کاهش سال گذشته ربط به جای کار در کشور نداشته، بیشتر عامل‌های بیرون داشته است. طبق گزارش وزارت رشد اقتصاد و سودا بیشتر از همه مهاجران کاری ماه اپریل کشور را ترک کردند. شمار بیرون رفتگان در این ماه 90,000 گفته می شود. اما با وجود افزایش شمار مهاجران کاری، انتقال پول به کشور از طرف آنها کمتر شده است. طبق اطلاع بانک مرکزی روسیه در 6 ماه سال جاری مهاجران از روسیه به تاجیکستان 1 میلیارد و 111 میلیون دلار را ارسال کردند که نسبت به همین دوره سال قبل 4.2% کمتر بوده است. در نیم سال اول سال گذشته مهاجران به کشور 1 میلیارد و 159 میلیون دلار فرستاده بودند. کارشناسان امور مهاجرت دعوای وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان که بالاروی سطح مهاجرت کاری را به بهتر شدن شرایط کار برای مهاجران و افزایش رشد اقتصاد روسیه عنوان کرده است بی‌پایه می‌دانند. نسبت اون که میگویند که در روسیه خیلی درآمد خوب شده است و به سطح پیشینه گشته است، این یک دروغ منطقی می باشد. از اون که شهروندان تاجیکستان در روسیه زیاد هستند و فرستادن پول مبلغ کم شده است، این معنای آن را دارد که کار نیست و مهاجران مجبورند که مبلغ کمتری فرستند و قسم زیادی مهاجران شاید که کاری هم نداشته باشند و ماهای دراز هم در روسیه بیکار میگردن. از این خاطر منطقه گفتن از اون که در روسیه کار خوب است و مهاجران از این خاطر صفشان زیاد است، این به منطق درست نمی‌بیاد و عموما نادرست میباشد. باز هم میگویم که اصلا کار کم است و قسم زیادی مهاجران کار ندارن. از این جهاز پولی که به وطن میفرستند کم شده است. از سال دیگر که باز پول پتن پولی رو خصوصا در شهر مسکو که بالا میبرن، باز با گفته می شود که شاید که کمی دیگر شود و قانون شکنی زیادتر می شود و ممکن که شهروندان زیادی رو هم اخراج کنند. باید اینجا به چند عامل‌های اشاره کرد که با وجود زیاد شدن تعدادی به مهاجرت روی آوردگان، حجم ارسال مبلغ مهاجران کاری به تاجیکستان کاهش یافته است. سراول مهاجرت خانوادگی به روسیه به شدت افزایش یافته است. بعداً بنابر کمیسه زیادی بانک‌ها و با قرب پایان‌تر از قرب بانک ملی تاجیکستان حساب کردن مبلغ‌های انتقالی، مهاجران راه‌های دیگری انتقال را پیش گرفتند. دیگر اینکه منع کاری مهاجران در چند ساحه در روسیه باعث درآمد کمتر گرفتن مهاجران تاجیک شده است. کارشناسان امور مهاجرت همچنین پیش بینی می‌کنند مهاجرت مهنتی از تاجیکستان چند سال دیگر هم در حال افزایش خواهد بود. فدراسیون روسیه به وزارت دفاع تاجیکستان به مبلغ 5 میلیون دلار آمریکایی اسلحه و تکنیک نظامی داد.
این و چند خبر و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه بشنوید. مقامات سرریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان نام زندانی را که هنگام کوشش فرار از مؤسسه اصلاحی رقم 4 پایتخت پرانده شد رسانه‌ای کردند. این نفر زاده دهه قرقدوق ناحیه اشت اکمل ارگاشوی 32 ساله بوده است. بنا به گفته منصور جان عمرов سردار سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان اکمل ارگاشев میخواست از زندان فرار کند و ضمن اطاعت نکردن به کارمندان مؤسسه اصلاحی در خط نظارتی با سلاح بی‌ضرر کرده شده روز دیگر جسدش به نزدیکانش سپاریده شد. منصور جان عمرов به خبرگزاری ازیا پلوس گفته است اکمل ارگاشев عضو حرکت اسلامی ترکستان بوده با حکم سود 12 سال حبس شده است. از این مدت بیش از 8 سال ادای جزا کرده 3 سال دیگرش باقی مانده بود. او عائله‌دار و صاحب یک فرزند است. عمرов اینچنین گفته که موافق معلومات فوری محبوس هلاک شده 2 برادر خود را به پاکستان برای اعضا شدن در حرکت اسلامی ترکستان و اشتراک در جهاد فرستاده بود. ولی طبق اطلاعاتی به دست آمده آنها نیز به هلاکت رسیدند. کشتار اکمل ارگاشев شب 21 اکتبر رخ داده است. در جریان این حادثه ناظر محبس اسماعیل کاملزاده نیز سخت مجروح شده فعلا در بیمارستان بستری است. روسیه به وزارت دفاع تاجیکستان به مبلغ 5 میلیون دلار آمریکایی اسلحه و تکنیکای نظامی داد. طور دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه خبر داده است این کشور به تاجیکستان ایستگاه‌های رادیولوکاسیونی برای دفاع از فضای کشور و ماشین‌های زیره‌پوش اکتشافی BRDM 2M فرستاده است. الکساندر لاپین فرمانده نیروهای حربی هوایی وزارت دفاع روسیه ضمن صحبت با خبرنگاران گفته است بنا به گزارش‌ها در افغانستان کشور همسایه تاجیکستان تهدید و خطرها در حال افزایش است. بنابراین روسیه می‌خواهد تکنیکای جنگی در تاجیکستان تقویت یابد. در فرودگاه نظامی حصار پس از پایان مشق‌های نظامی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی با نام برادری شکست‌ناپذیر 2019 با این تکنیک و لوازمات جنگی امروز 29 اکتبر تاجیکستان صاحب شد. ضمناً روسیه در سال 2015 به نیروهای مسلح تاجیکستان به مقدار 70 میلیارد روبل یا 1,230,000 دلار کمک نظامی ارائه کرده بود. در ماه دکمبر سال 2017 باشد روسیه به طور رایگان به ارتش تاجیکستان اسلحه تیراندازی، توپ، زیره‌پوش‌های زمانوی BTR-80، تانک‌های T-72 و ماشین‌های نظامی پیاده‌گرد BMP-2 داده بود. رده‌بندی شاخص جهانی بازنشستگی که هر سال توسط مؤسسه رده‌بندی منابع انسانی میرسیر در ملبورن منتشر می شود نشان می‌دهد که 5 کشور نیدرلند، دانیا، استرالیا، فنلاندیا و شوئیسریا دارای بهترین نظام بازنشستگی در جهان هستند. بر پای گزارش سال 2019 مؤسسه میرسیر کشورهای نیدرلند و دانیا تنها کشورهایی هستند که با کسب شاخصی بالای 80 در دسته نخست بهترین نظام بازنشستگی قرار گرفتند. در محاسبه این شاخص 3 معیار بررسی می شود. نخست تناسب نظام بازنشستگی توسط عوامل همچون میزان رشد دارایی‌ها، طراحی کارآمد، سطح حمایت مالیاتی از آن و درآمدهای سالانه آن ارزیابی می شود. سپس ثبات نظام بازنشستگی بر پایه بررسی میزان پوشش آن، قرضهای دولت‌ها و رشد اقتصادی کشور امتیازدهی می شود. در نهایت هم یک پارچگی این نظام بر اساس ارتباط کاری، مقررات، شیوه حفاظت از منابع و میزان هزینه‌های عملیاتی آن سنجیده می شود. افزون بر استرالیا، فنلاندیا و شوئیسریا 3 کشور کانادا، آلمان و چیلی نیز در دسته دوم کشورهای قرار گرفتند که در سال 2019 بهترین نظام بازنشستگی را دارند. همچنین گزارش مؤسسه میرسیر نشان می‌دهد که بریتانیا، گانکونگ، آمریکا، مالایزیا و فرانسه نیز در سال جاری در صدر دسته سوم کشورهای دارای بهترین نظام بازنشستگی جای گرفتند. این گزارش هند و چین و ژاپن را نیز در دسته چهارم قرار داده است. نورسان فوتبالباز تاجیک که در قهرمانی در برزیل حضور دارند همسالان کمرونی خود را در بازی اول با حساب 1-0 شکست دادند. بازی دیگر بین دو عضو گروه بین تیم‌های ارژانتین و اسپانیا بدون گل خاتمه یافت. نورسان تاجیک حالا با 3 امتیاز در صدر جدول قرار دارند.
در ابتدای نیمه دوم دیدار در دقیقه 51 نیم حمایتگر شریف بک رحمتوف توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. همچنین در نیمه دوم حمله‌گر رستم صابیروف به دروازه منتخب کامرون توپ دوم را وارد کرد، ولی این گل بعد تماشای بازپخش لحظه‌های بازی با استفاده از ویدیو داور از جانب سرداور نیک والدران از زلندیای نو به علت ویران شدن قاعده بازی بکار کرده شد. در دقیقه 72 نیم حمایتگر منتخب تاجیکستان شهرت المرادوف برای کارت دوم زرد از میدان خارج شد. در این بازی فوتبالبازان نورسی تاجیک ضمن زدن یک ضربه جریمه‌ای کامبیناسیون بسیار زیبا و دیدنی به اجرا رسانیدند که حتی در بازی‌های بین تیم‌های اساسی جهان کمتر دیده می‌شود. گفتنی است بازی دوم نورسان تاجیک با همسالان اسپانیاییشان روز 31 اکتبر ساعت 1 شنبه 1 نوامبر با وقت دوشنبه برگزار خواهد شد. اینجا برنامه امروزی ما به پایان خود رسید و من با شما خیر خوش میکنم. انتظار پیشنهاد و ملاحظه ها و همکاری های شما هستیم. هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. الها کامیاب باشید. با امید دیدار در روز دیگر. خیر.